به دوره آموزشی منابع آب نامتعارف خوش آمدید. روش‌های متعارف تامین آب که بر بارش برف، بارندگی، رواناب رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی استوارند، بیش از حد مورد بهره برداری قرار می‌گیرند و برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد آب شیرین در مناطق کم آب کافی نیستند. کشورهای کم آب نیاز به بازاندیشی اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب دارند. این امر مستلزم بهره برداری خلاقانه از انواع مختلف منابع آب نامتعارف برای تولید غذا، معیشت، اکوسیستم، سازگاری با تغییرات آب و هوا و توسعه پایدار است. اهداف اصلی یادگیری این دوره به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا اهمیت منابع آب نامتعارف در کاهش شکاف عرضه و تقاضای آب را در مناطق کم آب درک کنند و در مورد انواع مختلف منابع آب نامتعارف و کاربردهای بالقوه آنها در شرایط خاص بیاموزند. این دوره از دو بخش تشکیل شده است که به واحدهای مختلف تقسیم می‌شوند. بخش یک به درک اهمیت منابع آب نامتعارف در کاهش تقاضای آب و شکاف عرضه در مناطق کم آب متمرکز است. این بخش دارای دو واحد است. واحد یک به جنبه‌های کلی کمبود آب در مناطق خشک و چالش‌های مرتبط می‌پردازد، در حالی که واحد دو اطلاعات گسترده‌ای در مورد منابع آب نامتعارف ارائه می‌دهد. بخش دو به انواع مختلف منابع آب نامتعارف و کاربردهای بالقوه آنها در شرایط خاص می‌پردازد و دارای 5 واحد است. واحد یک بر برداشت آب از هوا و روی زمین، واحد دو در بهره برداری از آب‌های زیرزمینی عمیق خشکی و فراساحلی، واحد سه در مورد استفاده مجدد از آب مصرف شده، واحد چهار در انتقال آب به صورت فیزیکی و واحد 5 ایجاد آب جدید متمرکز است. گذراندن موفقیت‌آمیز دوره و دریافت گواهی پایان دوره مستلزم شرکت کردن در 3 آزمون است. اولین آزمون بعد از بخش یک واحدهای 1 و 2، آزمون دوم در طول بخش 2 پس از تکمیل واحدهای 1 و 2 و سومین آزمون بعد از بخش 2 پس از تکمیل واحدهای 3، 4 و 5 است. امیدواریم دوره برایتان آموزنده و مفید باشد. لطفاً نظرات خود را در صفحه انجمن این دوره با ما در میان بگذارید.